رمضان به یکایک شما عزیزان مبارک باشد. همه از آغاز رمضان میگویند من از انجام آن خواهم گفت. هر سال که رمضان میرسد تصمیم میگیریم این ماه را با نمازهای شب و روزه‌های روز، دعاهای خالصانه و تلاوت قرآن، خیرات پنهانی و صدقه های آشکارا سپری کنیم. در برابر این تا توان گناه‌های عادت شده و البته تلفن و یوتیوب و تلویزیون و شنیدن موسیقی را کنار می‌گذاریم. به فکر پدر و مادر خود هم می‌شویم، به فکر یار و عزیزان هم می‌شویم و البته به فکر کمک کردن به فقیر و بی‌نوایان هم می‌شویم. اما با محض آن که رمضان از ما می‌رود، این عمل‌ها را نیز ما ترک می‌کنیم. باز همان تلفن و یوتیوب، باز همان زندگی پیشتره، باز همان حیاتی که نه خیر دارد و نه نیکی به دیگران. پس بیا این رمضان تصمیم گیریم که با رفتن رمضان این همه طاعت و عبادت ما و این همه خیرات و احسان ما نیز نرود. رمضان برایمان آغاز به انتهای اعمال صالح گردد. الله رمضان الله کل ماهای سال است. همیشه درهای رحمتش باز است و عملها را در همه ماها از من و شما قبول می کند و پاداش آن را هم می دهد. رمضان برایتان مبارک باشد و عملهای نیک شما به انتها.